سلام دوستان، امروز یه L90 با ایراد نشتی آب به ما مراجعه کرده بود که ما طی بررسی‌هایی که کردیم فهمیدیم که از ایراد از واتر پمپشه و وقتی واتر پمپ رو باز کردیم دیدیم که از زیر این قسمت این سوراخ آب میزنه. این داخل واتر پمپ یه فیبر فنر داره که حالت کاسه نمدیه و وقتی که اون کاسه نمد خراب میشه و دیگه نمیتونه این شفت رو آب بندی کنه، از این قسمت آب میزنه و آب ماشین یا ضد یخ ماشین به صورت کلی خالی میشه. جای بسته شدنش هم دقیقا زیر تصمیم تایمه، دقیقا اون قسمت که در پست‌های بعدی طریقه باز و بستش هم براتون میذارم. ممنون که تماشا کردید.